دنزل واشنگتن فیلم جدید بازی بکنه بعد ما در موردش ویدیو نسازیم، در موردش صحبت نکنیم؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟ سلام و درود به همگی، امیدوارم که حالتون خوب و عالی درجه یک باشه. مثل همیشه به ولتینو یه بار دیگه خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو میخوایم در مورد فیلم اکولایزر 3 صحبت بکنیم، فیلمی که سومین قسمت و میتونیم دیگه الان بگیم از مجموعه اکولایزر هستش که هر 3 قسمت به کارگردانی آنتوین فوکوا ساخته شده و توی قسمت سوم هم اون کارگردانی رو به عهده داره و گفته شده که اکولایزر 3 آخرین قسمت از این مجموعه خواهد بود، یعنی با یه سگانه خداحافظی میکنه از این مجموعه. خب از یه طرف سگانه های خیلی زیادی توی سینما داریم و احتمال میدیم که تموم بشه، ولی از یه طرف دیگه هر قسمت از فیلم اکولایزر که منتشر شده همچین خبری هم باهاش بیرون اومده، ولی دیدیم که ادامه داشته و الان داریم قسمت سوم رو در موردش صحبت میکنیم. توی این قسمت دیدیم که کاراکتر دنزل واشنگتن داشت توی یه شهر خیلی جذاب و قشنگ توی ایتالیا با یه مردم خیلی خوب، منظره های خیلی جذاب و غذاهای خیلی خوشمزه وقت خودش رو میگذروند، ولی در کنار همه این خوشگلی‌ها و پشت همه اینها یه سری سازمان‌های جاسوسی و جنایتکاری رو داشتیم که مثل همیشه باعث وحشت مردم میشدن، ولی خوشبختانه با یه فیلم اکولایزر روبرو هستیم و این یعنی که یه سری قوانین ساده داریم و اونم اول از همه دوست دارم در مورد خود دنزل واشنگتن صحبت بکنم و شخصیتش توی این فیلم. باید بگم که دنزل واشنگتن بار کلی فیلم رو واقعا به دوش کشیده و در واقع میشه گفت که کلاً بار کل مجموعه سگانه کالکشن اکولایزر رو به دوش کشیده و خیلی خوب تونسته اون چیزی که نیاز داره فیلم رو به فیلم ارائه بده و در کنارش به مخاطب ارائه بده. دیگه در مورد اینکه چقدر دنزل واشنگتن اسطوره‌ای و لژنده دیگه فکر کنم همه صحبت کردن، همه میدونن. با نامزدی‌های زیادی که توی جشنواره‌های مختلف داشته، برنده اسکار شده، نامزدی اسکار داشته و همه اینها نشون میده که یه کارنامه قوی و دنزل واشنگتن داره و خود همین شخصیت و اسمش یه اعتباری به فیلم، کردیتی به فیلم میده و در کنارش بازی فوق‌العاده‌ای که داره میتونه یه فیلم خیلی ساده رو، حالا نمیگم که اکولایزر ساده است، کلا دارم در مورد شخصیت دنزل واشنگتن صحبت میکنم، و یه فیلم ساده رو خیلی راحت میتونه به یه فیلم خوب تبدیل بکنه و اگه در کنار یک فیلمنامه خوب قرار بگیره همچین بازیگری که شاهکار بی‌نظیر میتونه از آب در بیاد. این صحبت از خود شخصیت دنزل واشنگتن. حالا بریم سراغ کاراکترش توی فیلم. چیزی که در مورد کاراکترش توی سری مجموعه فیلم‌های اکولایزر دوست داشتم اینه که از آدمای بد، شخصیت‌های شرور، ویلن و کلا از بدی‌ها خیلی ملتمسانه نمیشه، خیلی محترمانه ازشون میخواد که زیاد گهکاری انجام ندن، یعنی راه تو بکش، برو اینجا وای نسا، اصلا کاری نداشته باش، دردسر درست نکن که بخوام بیام سراغت لطفاً. و این به نظرم یکی از جالب ترین ویژگی های شخصیت و کاراکتری هست که دنزل واشنگتن توی این فیلم داره ایفا میکنه. داره سعی میکنه از دوران بازنشستگی که به تازگی واسش اتفاق افتاده استفاده بکنه و لذتشو ببره. در کنار اون یه حس اجتماعی بودن رو داریم از شخصیت و کاراکترش میبینیم که خیلی کم بوده دیدن همچین لحظه ها و صحنه هایی رو توی قسمت های قبلی فیلم اکولایزر 1 و 2 و حالا توی 3 پررنگ تر شده. چیزی که توی قسمت سوم کاملا مشخصه اسلو برن بودنشه. حالا ویژگی اسلو برن بودن چیه؟ این که فیلم از اون روندی که واسه مخاطب خیلی عادیه و یه سرعت مناسبی و فیلم داره از اون سرعت خارج میشه و خیلی آهسته تر پیش میره و با جزئیات بیشتر سعی میکنه فیلمو جلو ببره. فیلم با یه کار حالا جلوتر بیشتر در مورد اسلو برن بودن صحبت میکنیم و چرا انتخاب شده که فیلم اسلو برن باشه، با اینکه شاید توی نگاه اول بیننده زیاد خوشش نیاد از اینکه فیلم داره اینجوری جلو میره. قسمت اول فیلم با یه صحنه اکشن خیلی جذاب و دیدنی شروع میشه و یه جوری هست که بیننده رو خیلی راضی نگه میداره از اینکه انتخاب کرده که همچین فیلمی رو ببینه
ولی متاسفانه تقریبا حدود 1 ساعت طول میکشه تا دوباره همچین لحظه‌ای رو بخوایم ببینیم و توی این تایملاین 1 ساعته ما داریم دنزل واشنگتن رو میبینیم که توی شهر داره میتابه کاراکترشو و با مردم داره آشنا میشه، ارتباط برقرار میکنه و اون شخصیت ها و کاراکترهای خیابونی رو داریم میبینیم که دارن دردسر شروع میکنن آروم آروم درست کردن و اینجا دقیقا جاییه که بیننده میفهمه و کامل حس میشه که داره فیلم و روند جلو رفتن داستان یه مسیری رو میسازه که به درگیر شدن کاراکتر مثبت و کاراکترها و شخصیت‌های منفی قراره برسه. یه چیزی که وقتی که داشتم فیلمو می‌دیدم بهش پی بردم و واسم جالب بود، خنده‌دار بود بیشتر تا جالب بودن، اینه که اسم شخصیت‌ها و کاراکترهایی که توی فیلم وجود داشته نمیدونستم، ولی باهاشون میتونستم ارتباط برقرار بکنم و این خیلی جالبه که شما نیازی ندارید به این که اسم‌های شخصیت‌ها و کاراکترهایی که توی فیلم هست رو بدونید تا بتونید باهاشون ارتباط برقرار بکنید و یه حس همزاد پنداری باهاشون داشته باشید و این دلیل اصلیش به نظر من اینه که اون اسلو برن بودن انجام شده و محیط، کاراکترسازی و توی اون محیط قرار دادن بیننده به خوبی ساخته شده، به خوبی پیریزی شده و به راحتی بیننده میتونه خودش رو جای کاراکترها بذاره، باشون ارتباط برقرار بکنه و باشون همراه بشه و این نشون میده که چقدر هوشمندانه از این ویژگی اسلو برن بودن استفاده کرده بود آنتوان فوکوا و کار به خوبی در اومده بود و تونسته بود از این ویژگی یه استفاده درست بکنه تا بیننده بتونه خیلی راحت‌تر با شخصیت‌ها و کاراکترهای مختلف بدون اینکه حتی اسمشون رو بدونه ارتباط برقرار بود. یه چیز دیگه‌ای که توی فیلم بود و دوست داشتم که باهاتون در موردش صحبت بکنم، اون جوک هایی بود که توی فیلم اتفاق میفته. حالا نمیدونم اسمشو جوک بذاریم، فکر کنم اسم بهترش این باشه که مثلا اون حاضر جوابی، اون به موقع جواب دادن، اون جواب پینگ پونگی که یه چیزی میگه تو سریع جوابشو میدی، برمیگردونی توپو تو زمین، اون اتفاق میافتاد و این یه نکته خیلی جذابی بود که توی فیلم وجود داشت. مثلا یه وقتایی هست که مثلا یه جر و بحثی، دعوای چیزی پیش میاد و حالا تموم میشه و میره، مثلا داری برمیگردی بری خونه یا زیر دوش آبی، یه به خود میای میگی که کاش اینو گفته بودم. دقیقاً این مشکل رو نداره کاراکتر دنزل واشنگتن، بهترین جواب ممکن رو در وقت خودش و زمان خودش میده. واقعا میتونم بگم که این خودش یه سوپر پاور محسوب میشه و دیدن این همچین صحنه‌هایی حداقل به من به اندازه دیدن صحنه‌های اکشن فیلم واقعا حال داد و چسبید. میرسیم به ویلن اصلی داستان. ویلن اصلی داستان بذارید اینجوری بهتون بگم که توی قسمت و بخش زیادی از فیلم داشتیم یه ویلن ها و شخصیت های شروری رو میدیدیم که در سطح خیابونی بودن و یه قلدرگیری های انجام میدادن، دردسر درست میکردن و اینها و جوری بود که انقدر زیاد بود این مدت زمان، جوری بود که ما حس میکردیم که خب ویلن اصلی و اون کسایی که واقعا شرور اصلی داستان هستن اینان، داریم با اینا جلو میریم، پس همینام هستن دیگه، قراره کی اضافه بشن؟ خیلی از فیلم گذشته کی قراره اضافه بشن؟ ولی ویلن اصلی کسی دیگه ای بود، کسی بود که اینا ازش دستور میگرفتن. ولی خب به نظر من و فکر کنم به نظر خیلی های دیگه هم خیلی دیر به فیلم اضافه میشه و اون تأثیر و اون جذابیتی که میتونست به فیلم بده رو نمیتونه به فیلم بده. شاید اگه این ویلن اصلی به فیلم خیلی زودتر اضافه میشد و اون درگیری هایی که میتونست بین شخصیت اصلی فیلم یعنی کاراکتر دنزل واشنگتن و ویلن اصلی اتفاق میفته رو زودتر داشتیم و بیشتر میدیدیم، شاید حتی امتیازهای فیلم هم بهتر میتونست باشه از این چیزی که الان هست و نمیدونم چرا همچین انتخابی رو کرده بودن و روند داستان جوری بود که ویلن اصلی داستان اینجا قرار بود که به فیلم اضافه بشه. و نکته آخر در مورد فیلم اکولایزر اینه که مجموع فیلم های اکولایزر اون چارچوبی که همون اول واسهشون تعیین شده بود و به خوبی داره توی همون چارچوب پیش میره و از اون چارچوب نمیخواد که بیاد بیرون و ریسک بکنه و خوبم تونسته از قنای داستانی، یعنی اون قنا رو حالا نمیدونم چجوری از کجا آوردم، از اون پربار بودن داستان استفاده بکنه. یعنی نویسنده کارش خیلی خوب بوده که تونسته استفاده بکنه و توی همون چارچوب بمونه. دقیقاً همون کاری که جان ویک داره انجام میکنه و موفق، اکولایزر هم همون کار رو داره میکنه
ولی این مقایسه به نظر من زیادم درست نیست. این که مثلا بخوایم جان ویکو با اکولایزر مقایسه بکنیم، نه اینکه یکشون بهتره اون یکی بدتره، سلیقه‌ای این وسط. و دقیقاً مثلا مقایسه این دوتا مجموعه میتونه مثل مقایسه سگا جنسیس با سوپر نینتندو باشه. هر دو خوبن، ولی خب بستگی به این داره که انتخاب تو و دوست داشتن تو رو به سمت کدوم سوق میده و میبره. اینم از بررسی فیلم اکولایزر 3. امیدوارم که از این بررسی لذت برده باشی. یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب بکنید تا ویدیو دیگه و یه بررسی دیگه. خدا نگهدار.